اطلاعیه سپاه این عملیات موشکی در پاسخ به جنایات تحقیر تروریستی دشمنان در ایران اسلامی و جبهه مقاومت انجام پذیرفت و محل‌های تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با جنایات تحقیر تروریستی کرمان و راست که به ویژه داعش در سرزمین‌های اشغالی سوریه شناسایی و با تعدادی موشک بالستیک منهدم شد. همچنین در این اطلاعیه آمده است در عملیاتی جداگانه مقر جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در اقلیم کردستان عراق نیز با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفت و منهدم شد. بر اساس این اطلاعیه عملیات موشکی سپاه در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مقرها و تحرکات این رژیم در منطقه انجام پذیرفت. مقر مرکز توسعه عملیات جاسوسی و طراحی اقدامات تروریستی در منطقه و خصوصا کشور عزیزمان ایران است. این اطلاعیه تاکید کرده است که ملت عزیزمان اطمینان می‌دهیم عملیات‌های تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا گرفتن انتقام آخرین قطره‌های خون شهیدان ادامه خواهد.